فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا عبدالرشید از جده سوالشون این بود که ایشون عمره اومدن با یکی از دوستانشون و مقداری پول از اون طرف با ایشون بوده. موقعی که برگشتن به کابل این پول گم شده. آیا ایشون ملزم بر این هستن که این پول گم شده رفیقشون رو بپردازن یا نه؟ از نظر شرعی این حکمشمون حکم امانت هست. یعنی ایشون یدی که دارن و این تصرفی که در این مال دارن به عنوان این محسوب میشوند. و یک قاعده کلی داریم درباره مال امانت که قاعده فقهی هست که کل مال تلف فی ید امین من غیر تعد لا ضمان علیه. هر مالی که در دست امین بود و بدون تعدی و بدون کمکاری و کوتاهی در حفظ اون مال، این مال ضایع شد، از بین رفت و تقصیر امین نبوده، در اختیارش نبوده، با یک سبب غیر ارادی و غیر اختیاری این مال از دستش در واقع ضایع شده. در این صورت زمانی بر عهده این امین لازم نیست. به تعبیر دیگر بر ایشان لازم نیست که اون مقدار مال را به رفیق خودشون دوباره برگردن. اما اگر این گم شدن این مال و تلف شدن مال امانت به خاطر کوتاهی بوده، ایشون دقت نکرده در حفاظت مال یا اهمال کرده، این مال رو در یک جایی در جایی قرار داده که احتمال سرقتش مثلا و تلف شدنش وجود داشته باشد، در این صورت ضامن هست. به خاطر اینکه ایشون تضمین کردن این مال رو حفاظت بکنن و نگهداری بکنن و بنابر اون در واقع تعهدی کردن، بر تعهد خودشون عمل نکردن، در این صورت ضامن میشن. اما اگر بدون اراده ایشون این مال از بین رفته و ایشون هیچ گونه دخل و تصرفی در این زمینه نداشتن، در این صورت برایشون این ضمانت لازم نیست و این پول را میتونن که به صاحب دوباره بر نگردونن، فقط منتها به شرط این که اگر بدون اختیار از دستش ضایع شده و بدون این که در حفاظتش کوتاهی کرده باشه. اگر ثابت بشود که ایشون در حفاظت این مال کوتاهی کرده، در این صورت ضامن خواهد. Mm-hmm.